همه ی آدم هایی که به تو گفتن نمیتونی، نمیشه، نرو، نکن، نخور، نیا، نپوش، این رشته رو نخون، اون مهارت رو به دست نیار، اینجا سرمایه بودن که خودشون آدم های شکست خورده ای بودن، کسایی بودن که خودشون نتونستن تو زندگیشون چیزی بشن و اکثر آدم هایی که خودشون توی زندگیشون شکست خورده بودن و هیچ رویایی رو محقق نکردن و اصلا رویایی نداشتن که بخوان محقق بکنن، به آدم های اطرافشون و کسایی که باشون حرف میزنن میخوان ثابت بکنن که تو هم نمیتونی. وقتی میای از آدمای موفق میپرسی، وقتی با آدمای موفق مشورت میکنی، وقتی با آدمای موفق حرف میزنی، همه اونا به تو میگن که تو میتونی، میگن که هیچ رویایی نیست که تو نتونی محققش کنی. فقط کافیه که به حرف منفی ناشنوا باش وقتی همه از محال بودن آرزوهایت سخن میگویند.